باشیم برای ملت. شما اینجا چیکار دارید؟ من اومدم اینجا دل بچه‌ها رو شد. دل بچه‌ها شاد نیازی نیست. خیلی غمگینه نکن سنگینی می‌کنه. دوست داری این شاد کنه شما رو؟ نمیخوام آقا. میخوام آقا یعنی چی نمیخوام؟ نمیخوام. میخوام از خودش. اصلا اسمتون چیه؟ اسم من محسن دوگانه. محسن دوگانه. من محسن یگانه شنیدم، محسن دوگانه نشنیدم. اون یگانه سوز بود، من خودم دوگانه سوز کردم با کارت سوخت فرامار. سوپر امارم بنزین سوپر. بنزین سوپر. بله میشه شغل شریفتون رو بدونم؟ شغل من چون زیاد دارم. زیاد داری ماشاءالله. شغلتون؟ کارخانه رو. چه بخشی؟ الله نقلش. چه کار میکنی؟ میرم در هر مغازه یه رو میرم. یه رو میرم؟ چقدر بدم؟ یه رو نمونه میرم دیگه. معمولا دو سه تا کارتون میگم. نه من یه رو نمونه میدم بعد خوش شما میرم. شغل بعدیتون چیه؟ مهماندار هواپیماست. مهماندار هواپیما؟ بله. مهماندار هواپیما همراه خانوما رو میذارن؟ خانوما رو کجا میذارن؟ مهماندار هواپیما دیگه. چیکار میکنی؟ مسافرین محترم پرواز تهران و مصردام همینای در باند فرودگاه تهران. مسافرین محترم در حین پرواز از کشیدن سیگار، پودر و تنباکو خودداری فرمایید. مسافرین محترم در صورت داشتن سرویس نمیخواد. شغل بعدیتون رو بگیم. شغل بعدی نه. شغل بعدی نداریم؟ یه شغل دیگه داشتیم؟ یه شغل دیگه دارم. شغل دیگه دارم. میره خمکنی. میله خمکنی؟ چه کار میکنی؟ میلاد راستی میلاد؟ باش. خب استعدادتون چه؟ یه صندلی دوتا بیاریم؟ استعداد داری؟ سالاران استعداد دارم. خبران استعداد با این لباس؟ حسن چیه؟ بفرما. بشین. چرا رو زمین نشین؟ من خاکیم. میدونم خاکی. بشین رو صندلی. بشین رو صندلی. ما اینجا رفتم. باشو. بشین رو صندلی بشین. بشین رو صندلی. خسته نباشه. خب استعدادتون چیه؟ من خواننده. بخوان. دیجی محمد علیزاده. هوای میشم همون روزا که میرم هوا داری دلم میخوادت تا کی بیام تنها نذاری دلم دست تو
پارسال من نخوندم اینجا این من باید بخونم تمام زندگیم تمام زندگی؟ آره این آهنگ رو با تمام وجود از ته این قلب تقدیم میکنم به معلم عزیزم آقای کریم معلم عربیه؟ آقا اجازه گرفتی داری بخونی من تو کلاسش بودم اما نمره نداشتم از ساعت نشیده هرچی که پرسیدش از من بود و نبودم تو کلاسش دیگه فرقی براش نداره این همه نمره منو تشدید میکنه من تو کلاسش نیستم دیگه رفتم شبانه هستم من تو کلاسش نیستم دیگه رفتم شبانه هستم 2 سال معلمم بود دیگه فرقی برام نداره حرسم و در اشکال نداره آقا اشکال نداره تو خودت نخوندی بشنو اشکال نداره آقا اشکال نداره اشکال نداره ای برو خب اسم دیگه تو بگو اسم دیگه داشت ما به فهم مفیدی نسبت داریم فهم مفیدی دیگه خب امروز توی کافه نشسته بودیم گفتیم بشیم اینجا چند پیک بزنیم سلامتی سکست پیک اول میزنم سلامتی مهدی طارمی جونشون دارن پیک آخر رو میزنم سلامتی این موجی خوب مانشان اینجاست نه به خاطر خودش به خاطر ابروهای سوسمانیش ساسا نمیخوای صدا نشون بدی برو بیرون اصلا آقا برو بیرون نمیخوای من نمیخوای یعنی چی؟ استدار تو خوشش آقا خوشتون بنازیم باید نگرد داریم سه نگرد ما دوست خب بسیار داره استدار دیگه اصلا جوک بلد دیگه جوک بسیار چی هست اینجا؟ میگه دست بزن به سلامتی پسری که تا گشت ارشادی دست عشقش رو کرد و مثل عصبی یه روز دو تا شمالی میرن اروپا این یکی میگه فیلش میگه آقا این خارجی ها چقدر باکلاسن میگه چرا؟ میگه حتی گلام هاشون هم دارن انگلیسی صحبت میکنن دیگه چیکار کنم؟ راستی دیروز داشتم از داخل شاگردی میرم میشنم یک دفعه چراغ قرمز وایسه یه ماشین سانتافه هم بغل وایساد یه دختر توش هیچی منو دید و منو نگاش برام گوشی در آورد منم گوشی در آورد برام گوش فرستاد منم براش گوش فرستاد فقط یه مشکلی بود 3 سالش آقا تا حالا توجه کردی بچه که به دنیا میاد همه میگن چه مامانیه تو شنید بقیه که نشنید میگن چه مامانیه بعد یه لباس قشنگی هم تنش کنه میگن چه مامانی شد هیچ کسی فکر ماما نیست فقط یه جا فکر ماما بچه که کوچه‌اش رو خراب میکنه همه نگاه میکنن میگن ای بابا آقا میگم شنیدم تو حالی حامل داره؟ حالی حامل نیست؟ حامل کیه؟ حامل
برو اشکال نداره برو جواب ارتباط دیگه چیه؟ رقص دوست داریم برقصه؟ کردی روشن مردی مغلای رشی الحل عطاك السرور بس بخوش تشکر از فرمایش جنسی